یه نفر تا حال ایمان نآورده بود، میگه من نعوذ بالله نسبت محمد اینقدر نفرت داشتم، رفتم رسول الله با صحابه ها در مسجد بود، من راستا پیشاب کردم. میگه صحابه های حبیب خدا چی گفتن؟ مه مه یا رسول الله، وای وای حضرت جان این چیکار کرده است؟ اجازت است هرش از بدن جدا کنیم. حضرت جان فرمودن ما انسان های مسجدی هستیم، ای غیر مسجدی باید فرق کنیم، مانیم پیشاب شد تا آخر کنم. فریادش کرد، گفت برادر اینجا مسجد هست، این جای مقدس ترین مسلمان ها هست، اینجا جای پیشاب کردن نیست. میگه لحظه فکر کردم، شخصیتم شخصیت مقدس و مکانم مکان مقدس، اما در مقابل این عمل زشتی ما اینقدر مهربانی جواب، اگر پیش پدرم دا میکردم یا شلاق میزد، پیش رفیقم دا این کارا میکردم میگفت تو برادر من هستی، مرا حرمت نکردی، در پیش من پیشاب کردی. این کی است که از پدرم بالا و از رفیقم رفیقتر و رفتن چیکار کردن؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، افته ایمان. پس اخلاق حمیده حبیب خدا را دیدن، ایمان آورد. همه ما اهل سنت و الجماعه ایمان داریم که بعد پیغمبر بزرگترین کی است؟ ابوبکر صدیق است. ابوبکر است. همه حضرت جان میآید دخترچش ببین شرم نمیداره، میآید دخترچش میپرسه که دختر جان کنی ببین من همه سنت های پیغمبر اجرا میکنم یا نمیکنم؟ گفت آتا جان همه سنت ها را میکنی، یکی از سنت ها نمیکنی. گفت بچه‌م کدام سنت ها؟ گفت همین همسایه یهودی این نابینایی داریم که حضرت جان هر روز میبره افخاتش میته، آتا جان شما نمیکنی نمیکن. فردا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و ارضاه پیش از حبیب خدا افخات برد، اون مرد که افخات دادن گرفت. اون مرد سوال کرد که اون مرد که هر روز مرا افخات میداد کجاست که این روز تو آمدی؟ حضرت ابوبکر گفت تو چشم بینا نداری، اون مرد از من چه خیلی فرق میکنی؟ گفت اون مرد کسی بود که خیلی بوی خوب داشت، من همون بو را حس نکرده استم. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها میگه حبیب خدا می اومد، من از خواب بیدار میشیدم. گفتن ناراحتت میکرد؟ گفت بوی خوش حبیب خدا مرا از خواب بیدار میکرد. روز حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمد، فاطمه دختر حبیب خدا بیرون برآمد، حضرت علی گفت فاطمه پدرت آمده بود؟ گفت کسی خبرت کرد؟ گفت نه، بوی خوش و شالم در خانه ماندگی هست. حضرت جان عجیب بوی زیبا داشتن. دویم گفت وای مرد نسبت من خیلی مهربانی میکرد، تو نتونستی سی مهربانی کرده. و سوم گفت ای دستی او، من هر چیزی میخوردم معدم حل میکرد، ولی مرا معدم حل نداره، تو او مرد نیستی. حضرت ابوبکر حیران ماند، گفت پدر با او مرد صحبت میکردی یا نمیکردی؟ گفت بله. گفت درباره چی صحبت میکردی؟ گفت میگفتم هوشیار شو، نعوذ بالله در همین مدینه یک محمد جادوگر پیدا شده، همه را از دین باباگیش میبره، دین خچه یاد دسته. گفت بعد شنیدن این کلمه ها معاملش چه خیلی میشید؟ گفت مهربانیش دوباره تر میشید. پدر میدونی آن مرد که است؟ گفت نه. گفت خودی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت من این قدر تحقیرش کردم و او قدر مرا دوست داری؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس اخلاق خوب، اخلاق حمیده انسان از چه حال به چه حال میبره. حدیثشون فرمودم اگر هر نفر را دوستیش به خاطر خدا باشه و ناراحتیش هم به خاطر خدا باشه، ایمانش در درجه اوله. اگر باید برادرت رفیق هستی به خاطر خدا و اگر از همین برادر خفه هستی ایشان به خاطر خدا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ایمان در درجه اول است. ولی برای خودتون یک کرته میخری، چند بار همون را تحقیق میکنی، فیرمش هم میپرسی، دوختش نگاه میکنین، بعد برای خودمون یا لباس انتخاب میکنیم. هر چیزی که باشه برای خودمون انتخاب کردن ده چند قدر تحقیق میکنیم، با یا لباس میخریم. از همین بین من یاد داریم
یگم تمام یک بار یک داملا و پشممون رو پرسیده باشیم که حضرت جان همین ایمان ما ایمان اصلی هست یا غیر اصلی؟ ما که سوال نکردم. صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم هر مسئله را از زبان دربار پیامبرمون سوال میکردند و جواب میگرفتند. حضرت جان پرسیدند، صحابه پرسید که حضرت جان ما از کجا بدانم ایمانم در درجه اول است؟ حضرت جان فرمودند و ان تلقى اخاک بوجه طلقین، وقتی برادرت پیشت میآید با یک چهره کشاد پیشوازش بگی، قواقات نداز. چهره کشاد قطعی پیشوازش گرفتی، ایمان در درجه اول است. اکثر من قاعده بغدادی خواندگی، سوره عمه هست، بعدش و نازعات هست، بعدش سوره عبسه هست. همین سوره چی سبب شد نازل شد؟ یکی از صحابه های پیامبرمون صلی الله علیه و سلم چشمی بینا نداشت. حالا بین ما پیش از صحبت کردن گفتم تلفنتون رو خاموش کنین، گپ نزنین. چرا؟ زیرا طبیعت انسان همین است که وقتی در وقت گپ زدنش گپ زنی ناراحت میشه. خودمون میگیم که اکا جان میبخشی پیش سخن تا گرفت. حبیب خدا با وجود پیامبر بودن لیکن طبیعتش طبیعت انسانی بود. حضرت جان هم تو سردارهای قریش دعوت میکرد، این عبدالله در بین صحبت پیامبر در آمد. حضرت جان کمی ناراحت شدند و چهرهش دگرگون کردند و الله رب العزت آیات نازل کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولی ان جاءه الاعمى. پیغمبر من ناراحت شد و روش گرداند و چهرهش دگرگون کرد به خاطر که پیشش یک آدم نابینا آمد. دوباره این صحابه می آمد، حضرت جان رداش میگرفت پایانداز میکرد، میگفت اهلا و سهلا مرحبا بكم بمن عاتبني ربي. عبدالله بیا، برای تو شده ما در قرآن جنجال شنیدم، ما سرزنش شنیدم، بیا خوش آمدی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در عمرش یک بار چهرهش دگرگون کرد، در حال الله رب العزت آیات نازل کرد. یکی روزا ما نمیفهمون برادرمون نگاه کنیم، پگاه روز قیامت خدا بپرسه چی جواب میده؟ سوره والضحى آخرش بسم الله الرحمن الرحیم و اما السائل فلا تنهر. الله میگه یک طلبنده اومد از تو سوال کرد، سرش نکن. صحابه ها گفتن ما چیزی خودمون نداریم بخریم، باز چه کسی دیگری یاردم بکنیم؟ حضرت جان گفت که کلمه خوب هم نداریم. تبسم کردن در چهره برادرت پیامبر میگه این صدقه هست. نگاه کن، تبسم قطعی هم صدقه حاصل بکنی، هم ایمان تا در درجه اول میبر. و یک صحابه دیگه آمد سوال کرد، حضرت جان ما از کجا بدونم اسلامم بهترین اسلام است، مسلمانی درجه اول ده هستم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر بدونی که اسلامت خوبتر شده است روز تا روز، هر چیزی که معنی نداره ترکش کن. گفتاری که معنی نداره، رفتاری که معنی نداره، معامله که معنی نداره، حبیب خدا میگه ترکش کرده، ایمانش در درجه اول است. ایمان درجه اول ده، اسلام درجه اول ده. ایمان و اسلام از صاحبش چی طلب میکنه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند حضرت جان روز قیامت از همه ثواب وزبینتر در ترازوی اعمال روز قیامت پیش پروردگار ده چی هست؟ حضرت جان فرمودند ما من شیء اثقل فی میزان. وزبینترین چیز در روز قیامت در ترازوی اعمال گفت این اخلاق خوب است. از اخلاق خوب دا گفت دیگه ثواب وزبین نیست. ایمان درجه اول، اسلام درجه اول، هر دیگه از ما و شما اخلاق طلب میکنن. چرا اخلاق از همه بالا گفت؟ زیرا ما و شما نماز میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، خدا میگه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر.
الله میگه نماز شما را از کارهای بد منع میکنه. الله میگه انسان نمازخوان دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، سخنچینی نمیکنه، شراب نمینوشه. یعنی از کارهای بی‌معنی الله میگه منعش میکنه. ما و شما این روزا نماز میخونیم، دروغ هم میگیم، غیبت هم میکنیم، سخنچینی هم داریم. آیا الله العیاذ بالله دروغ میگه؟ الله دروغ نمیگه. پس خدا میگه انسان نمازخوان این کارا را نمیکنه، لیکن ما و شما میکنیم. پس معنای این آیت چی خیلی بفهمیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید نمازی که صاحبش از کار بد منع نکرد فلا صلات له، نمازش قبول شدگی نیست. و این نماز قبول شدگی خواه نخواه صاحبش از کار بد منع. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر یک انسان روزه گرفت لیکن غیبت کرد و گپای بی معنی گفت، جز از تشنگی و گرسنگی دیگه اگه فایده ای نداره. جز از تشنگی و گرسنگی هیچ فایده دیگر نداره. یا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس حج رفت و بازگشت آمد گپ‌های فسق و فسادی نگفت، او گویا نه از مادرش تولد شدگی است. حاجی که حج رفت اخلاق خوب نداشته باشه، رفتار خوب نداشته باشه، اشاره میشه که حجش قبول نیست. پس اخلاق خوب اشاره میکنه نماز ما قبوله، روزه ما قبوله، حج ما قبوله، زکات. اگر اخلاق خوب نباشه اینا اشاره میکنن که اقامتش قبول نیست. به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم اخلاق خوب از همه چیکار کرد؟ بالا گفته. پس ایمان و اسلام از ما و شما چی طلب میکنن؟ اخلاق خوب طلب.